به بازدید بزرگترین هواپیمای دنیا ایرباس 380 خوش آمدید. 72 متر طول این هواپیماست، 79 متر فاصله بالهای هواپیما و 24 متر ارتفاع این هواپیماست. من توی پروژه ایرباس 380 10 سال پیش با انگلیسیایی که بال هواپیما رو از انگلستان می آوردن و نصب می‌کردن توی فرانسه توی شهر تولوز همکاری داشتم. همین دلیله که این هواپیما رو یه طور خیلی خاص دوست دارم. یعنی وقتی که می‌بینمش، چه توی ترمک، چه توی هواپیمایی، چه توی فرودگاه، یه طور خاصی، یه حال خاصی بهم دست میده. بیاید از طبقه اول این هواپیما شروع کنیم. با هم دیگه بریم بالا. یکی از شاهکارهای صنعت هواپیمایی مدرن هواپیمای ایرباس 380. اولین پرواز تست این هواپیما در سال 2005 انجام شد و در سال 2007 این هواپیما اولین پرواز مسافری خودش رو از طریق هواپیمای سنگاپور انجام داد. حداکثر وزن پرواز برای این هواپیما 560,000 کیلوگرمه و تا 850 تا مسافر میتونن تو این هواپیما پرواز بکنن. هواپیمای عظیم و لوکس که نمادی از مهندسی مدرن و همکاری بین المللیه. مونتاژ این هواپیما در شهر تولوز در جنوب فرانسه انجام شد و کشورهای آلمان، انگلیس و اسپانیا در عملی کردن این پروژه دست داشتن. بیشترین تعداد این هواپیما رو شرکت هواپیمای امیریتس داره با حدود 120 تا هواپیما. به نظر من هواپیمای ایرباس 380 یکی از زیباترین و خب بزرگترین مسلماً و ساکتترین هواپیماهای دنیاست. این هواپیما 2 طبقه داره و کابین هواپیمای ایرباس 380 یکی از ساکتترین، آرومترین و بی‌صداترین کابین‌های هواپیمایی دنیا به حساب میاد. وزن خالی عملیاتی این هواپیما 286,000 کیلوگرمه و دلایل توقف ساخت این هواپیمای بزرگ 4 موتوره نیاز صنعت هواپیمایی به هواپیماهای کوچک کم خرج با 2 موتور و هزینه عملیاتی و سوخت کمتره و سودآوری بیشتر. و یک دلیل دیگه کمبود امکانات بعضی از فرودگاه‌های دنیا برای پذیرفتن نشستن این هواپیمای عظیم در باندهای اوناست.